سوپ گیاهی ویتنامی سفارش دادم، نمیدونم توش چی ریخته، فقط گفتم سوپ گیاهی باشه. اون هم یه چیزای قاطی کرد و یه دقیقه درست شد. خدا رحم کنه، یه بوی عجیب غریبی هم میده. حتی من غذای ویتنامی دوست دارم. حالا ببینیم چیه. بروکلی توش من میبینم، جعفری میبینم، کاهو میبینم، مثل اینکه جوانه گندم هم هست. حالا میخورم ببینم چه مزه‌ای میده، به اطلاعتون میرسونم. اینا هم توفوه، مثل اینکه نخود فلفلی هم توشه. این نودلاش مونده به نظر میاد، کیفیتش خوب نیستش. ولی من نمیدونم چرا انقدر سوپاشون حجمشون زیاده. کرفس و خیارم توش کشف کردم. برای آبزیپو باید 15 یورو هم بدم. اینو میبینید؟ این فکر کنم چوب بامبوه. 2 تا چینی هم اینجا افتادن میز بغلی، اصلا ولکن نیستن، هی اوردر میدن و نمیذارم ما ویدیومون رو ضبط کنیم. خیلی سوپش مزخرف بود، حیف پول یه ریویوی بعد بذارم.